قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني من قلبي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. همکار عزیزم استاد سلیمانی عزیز را کنار خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت استاد سلیمانی تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. من عرض سلام دارم و ادب احترام خدمت شما برادر عزیز بزرگوارم استاد رحیمی عزیز و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند در خدمت شما هستم. تشکر. سلامت باشید استاد سلیمانی عزیز. بیننده های عزیز، البته در هفته های گذشته به یاد دارید که ما روی بعضی اسماء الله متعال پرداختیم. بحث ما روی اسماء و صفات الله متعال از آنجا شروع شد و یا آغاز شد که ما در ارکان ایمان اولین رکن ایمان را که ایمان به الله متعال هست را زیر بحث قرار دادیم. همون سلسله رکن اولی از ارکان ایمان که اساسی ترین رکن ایمان هست، ایمان به الله متعال، ادامه دارد. به بعضی از اسمای الهی در هفته های گذشته بحث کردیم. البته این هفته نیز قرار است که روی دو اسم مهم از اسمای الله متعال بحث داشته باشیم. موضوع این برنامه ما هست الحی القیوم. استاد سلیمانی عزیز، میشه برای ما بگویید که چرا این دو اسم را از میان اسمای فراوان الله متعال انتخاب کردید برای بحث امروز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. یا حی و یا قیوم برحمتک نستغیث. در باره اسما و صفات الله متعال ما موضوعی رو اشاره کردیم که به صورت مختصر قرار شد به همراه شما و بینندگان عزیز و به صورت گلچین برخی از اسما و صفات الله متعال رو برای شناخت بیشتر، برای بهتر فهمیدن نحوه بررسی و تعامل با اسما و صفات الله متعال بیاییم به همراه شما عزیزان باش صحبت بکنیم و با هم یک مذاکره داشته باشیم. درست. در این راه از ابتدای سوره مبارکه حمد آغاز کردیم، چون به هر حال الله متعال سوره حمد رو به عنوان آغاز سوره و فاتحه الکتاب به عنوان سوره فاتحه در قرآن کریم و مهمترین سوره قرآن کریم که در هر رکعت نماز خوانده میشه آغاز کرده بود. ما هم به هر حال به تبعیت از امر الله متعال ما هم آغاز کارمون رو از اینجا گذاشتیم، چون یقینا ترتیبی که الله متعال در قرآن کریم قرار داده و مقدم دانستن سوره حمد بر بقیه سوره ها حکمت های فراوانی در اوست و اهمیت این سوره رو نشان میده و هر آن چیزی که در این سوره است. بدون شک. از جمله اسما و صفات الله متعال که در سوره حمد بود، لفظ جلاله الله رو ما بهش پرداختیم و همچنین الحمدلله رب العالمین رو بررسی کردیم. موضوع الرحمن الرحیم رو به همراه عزیزان مد نظر داشتیم و همچنین مالک یوم الدین رو. اینها نکات مهمی بود که در ابتدای سوره حمد ذکر شده بود. درست. و چون در ابتدای حمد بود و ابتدای هر رکعت نماز هست و در هر رکعت نماز ما این صفات رو مطرح میکنیم، ما این موضوع رو مطرح کردیم که خلاصه این صفات میگفت که الله متعال است که خالق و مالک و مدبر تمام کائنات است. همه چیز رو او خلق کرده و او مدیریت میکنه و او تدبیر و تصرف داره و اون تربیت میکنه و مربی اونهاست و همچنین اون مهربان ترین مهربانان و ارحم الراحمین هست. رحمت خاصش، رحمت عامش همه رو در بر گرفته، رحمت خاصش مؤمنین رو در بر گرفته و خواهد گرفت. و اشاره کردیم به این که یوم الدین هم مالک الله تعالی است، مالکی که به هر حال پادشاهی آسمان و زمین از آن اوست. درست. و انا خصوص روز قیامت که هیچ پادشاهی ادعا نمیکنه که اونجا دیگه من پادشاه هستم
به صورت خاص از آن الله متعال است. پس چون الله متعال خالق همه است و مهربانترین مهربانان هست و رحمتش همه چیز رو فرا گرفته و از شورای گردن به ما نزدیکتر و مالک همه چیز در دنیا و در آخرت، پس ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تنها او شایسته عبادت است که او را عبادت بکنیم و تنها او شایسته یاری جستن است که تنها او را یاری می‌جوییم. در باب صفات اسما و صفات الله متعال وقتی که باز نگاه می‌کنیم، ما چون مهمترین ها رو می‌خوایم ذکر بکنیم، اگر از سوره حمد بگذریم به عنوان یک سوره که مهمترین سوره ها بود، در بین آیات اگر بخوایم انتخاب بکنیم که کدوم آیه مهمترین آیه قرآن کریم هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک روایتی فرمودن که آیت الکرسی، با این تعبیر به عنوان آیت الکرسی، آیه الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم تا آخر این آیه 255 یا 255 سوره مبارکه بقره رو که در ابتدای جزء سوم هست، آیه سوم جزء سوم هست. درست. این آیه رو به عنوان مهمترین و عظیمترین آیه، با این تعبیر عظیمترین آیه قرآن کریم ذکر کردن. این آیه رو ما بهش میگیم آیت الکرسی، همون چیزی که در به هر حال مصطلح عامیانه خودمون و مصطلح شرعی هم استفاده میشه، آیت الکرسی هست. و آیت الکرسی از بین آیه ها به هر حال یک شأن و عظمت خاصی داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما این اهمیت رو مطرح کرده. درست. وقتی میگیم این آیه اهمیت خاصی داره، به چه خاطر هست؟ اهمیت آیه به خاطر محتوای آیه است. همونطور که اهمیت سوره حمد به خاطر محتوای سوره حمد. ما در آیه 255 سوره مبارکه بقره، آیت الکرسی، صفاتی رو داریم و اسمایی از الله متعال به کار رفته که قرار گرفتن اینها در این آیه نشان بر اهمیت اینها داره. به همین خاطر ما در این برنامه تصمیم گرفتیم که در این آیه اون صفاتی که در ابتدای این آیه هست، اسمایی به تعبیر دقیق‌تر اسمهایی که برای الله متعال ثابت شده در ابتدای این آیه، اینها رو مد نظر قرار بدیم و بررسی بکنیم و بعد پوزش مهمترین به هر حال اسمی که در ابتدای این آیه است، ما قبلا درباره صحبت کردیم که آغاز این آیه است لفظ جلاله الله است. الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله متعال هیچ معبود به حقی جز الله نیست. او الحی القیوم، او حی الحی است و قیوم هست. به همین خاطر ما به خاطر اهمیت آیت الکرسی سعی میکنیم که چون آیت الکرسی با این دو اسم عظیم آغاز شده و این دو اسم معانی بسیار عظیمی رو در بر داره، انشاءالله در این برنامه درباره الحی و القیوم صحبت خواهیم کرد که دو اسم الله متعال هستند، الحی القیوم. تشکر، سلامت باشید. پس اهمیت این آیت هم از این بوده که این آیت برای ما آمده الله متعال را به معرفی میگیرد، قسمی که در آغاز سوره فاتحه الله متعال را به ما معرفی میکند. دقیقاً. اتفاقا این آیه از اونجایی که آیه بسیار مهمی هم هست، آغاز این آیه هم با نام مبارک الله هست و لفظ جلاله الله هست، الله لا اله الا هو الحی القیوم. و الله متعال این آیه رو با این لفظ آغاز میکنه، با نام مبارک خودش الله. یعنی وقتی که مبتدا در حالا ادبیات عرب ما میگه مبتداست اینجا، یعنی ابتدای کلام لفظ جلاله است، خبرش دیگه چی میشه؟ یعنی این مبتدا، وقتی مبتدا در ابتدای جمله یک حرفی آمد، اسمی آمد، اسمی که در ابتدا قرار میگیره بهش میگن مبتدا. در ادبیات عرب یک خبری دارد. یعنی چی؟ اون خبر میاد چیکار میکنه؟ این مبتدا رو برای ما معرفی میکنه، اون چیزی که در ابتدا ذکر شده بود برای ما تکمیل میکنه، درباره اون صحبت میکنه، درباره اون شرح میده برای ما. الان الله متعال میخواد خبر بده از کی؟ از خودش. بالکل. الله، این ذات الله، این نام مبارک الله، این لفظ جلالی که اینجا ذکر شده که به هر حال اسم خدای ما مسلمان هاست، بلکه اسم خدای عالم است. این ذات چه اسمایی داره، چه صفاتی داره، در ادامه برای ما توضیح میده. و خود این تعبیر وقتی که ابتدا ذکر میشه، وقتی که ترتیب هم میاد، نشان باز بر اهمیت داره، همونجوری که در ابتدای سوره مبارکه حمد این اتفاق افتاد. و عین شکل برای سوره اخلاص هم که فضایل و اهمیتی که در احادیث وارد میشه و همین منوال است که اونجا هم الله متعال خود را معرفی میکنه در سوره اخلاص. همونطور سوره اخلاص هم که شما اشاره فرمودید، باز سوره اخلاص هم چون به هر حال از بین سوره ها باز اگر بگیم بعد سوره حمد مرتبه دوم رو داره، اغراق نکردیم،
اون سوره هم که باز حتی قرائتش رو رسول صلی الله علیه و سلم معادل با قرائت 10 جزء قرآن کریم دانسته و قرائت سه بار سوره اخلاص قل هوالله احد معادل با ختم قرآن کریم بیان میشه. اون هم به خاطر با اینکه سوره کوچکی است، یعنی 3 آیه بیشتر نداره. بعد این آیه میبینیم که محتواش خیلی مهمه. الله متعال خطاب به رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید قل ای پیامبر من بگو هو الله، او الله هست. بعد دوباره ادامش معرفی الله متعال است. هر جایی که در قرآن کریم معرفی الله متعال است و چون به هر حال ما گفتیم اصل دین شناخت الله تعالی است. اصلا دین یعنی معرفت الله تعالی. دین وقتی که با شناخت الله متعال همراه نباشه دیگه دین نیست. وقتی که اصلا اصل ایمان معرفت الله تعالی است. ایمان مهمترین رکن ایمان و اولین درجه، اولین درب و باب ایمان معرفت الله تعالی است و شناخت الله تعالی است. و به همین خاطر در آیات کلام الله مجید وقتی نگاه میکنیم بیشترین موضوعی که در قرآن کریم به او پرداخته شده و مطرح شده توحید الله متعال است، شناخت الله متعال، معرفت الله متعال با اسالیب مختلف، با دلایل مختلف، با شکل‌های مختلف، با اسلوب مختلف در قرآن کریم. شاید این به خاطر این باشد که هدف از خلقت هم بندگی و عبادت الله بوده. پس اگر نشناسیم چطور عبادت میکنیم؟ اصلا شک در این نیست که هدف از خلقت آسمان ها و زمین که آسمان ها و زمین برای ما خلق شدن و ما جن ها و انسان ها و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. در 56 سوره مبارکه ازاریات الله متعال میفرماید که من خلق نکردم انسان ها و جنیات رو مگر اینکه عبادت ما رو بکنن. عبادت کی؟ عبادت الله تعالی. خب این الله تعالی رو ما باید اول الله تعالی رو بشناسیم، چرا که اگر نشناسیم الله متعال همیشه وقتی که صحبت از شرک در قرآن کریم مطرح میشه میفرمایند که و ما قدر الله حق قدره. الله رو اونگونه که باید بشناسن نشناختن، چون شناخت الله کامل نیست. چون ما الله رو نشناختیم با عنوان تنها معبود به حق، لا اله الا الله، یعنی همین تنها معبود به حق. چون الله رو نشناختیم، چون درست نشناختیم به بیراه رفتیم، چون درست نشناختیم به شرک رفتیم، چون درست نشناختیم معبودهای باطل برای خودمون انتخاب کردیم، چون نشناختیم بین خود و الله تعالی و همراه با الله تعالی کسانی رو در صفاتش و در اسماش شریک دانستیم. و این شناخت از کجا حاصل میشه؟ همون موضوعی که ما بهش داریم میپردازیم، ولله الاسماء الحسنى. شناخت الله تعالی با اسماء الله تعالی است، شناخت الله تعالی با صفات الله تعالی است. وقتی ما این اسما و صفات الله متعال رو شناختمون گونه‌ای که واقعا باید بشناسیم، خود به خود برای ما حل میشه موضوع شرک. خود به خود ما میفهمیم که کجا باید بریم، کی باید عبادت بشه و چطور باید عبادت بشه و توحید یعنی چی و شرک یعنی چی. چون شناختیم. ما وقتی الله رو بشناسیم دیگه میدونیم که غیر الله تعالی یعنی چی، یعنی کی. ما الله کی هست، غیر الله تعالی کی هست، الله چه صفاتی داره، غیرش چه صفاتی داره. ولی وقتی ما نشناسیم اون موقع است که دیگه میشه و جعلوا لله اندادا، و برای الله متعال ند قرار میدن. یعنی چی؟ همتا قرار میدن. این همتا قرار دادن از کجا میاد؟ از اونجایی که چون کسی رو نمیشناسن، چون الله رو نشناختن، چون نشناختن کسی دیگه ای رو هم در صفات به الله متعال شریک میکنن. این از عدم شناخته، این از جهل نسبت به الله تعالی است که با پرداختن به اسما و صفات الله متعال این مشکل حل میشه. و تنها راه درمان این مدل شرکی که انسان اعتراف به وجود الله متعال داره اما با عبادت الله متعال شرک میکنه، شناخت الله تعالی از طریق اسما و صفاتش است. تشکر، سلامت باشید. حالا ما باید این گونه برداشت کنیم که بعد از سوره فاتحه اسمای الله متعال که در سوره فاتحه وارد شده بود، شما با دومین سوره قرآن کریم که سوره بقره است پرداختید. فکر میکنم آیت الکرسی گفتین سوره آیه 255 سوره بقره هست. پس ما این گونه برداشت کنیم که از هر سوره ما میریم، یعنی بعد از سوره بقره و سوره آل عمران اونجا اسمایی که وارد شده یا مهمترین اسمایی که وارد شده به ترتیب سوره های قرآن کریم میریم. ما به ترتیب سوره ها نمیریم چون که به هر حال ما وقتمون اجازه نمیده. ما اگر وقت اجازه میداد حتما این کارو میکردیم. اما گفتم چنین فکری نکنن که نه حالا بعد از سوره فاتحه به سوره بقره و پرداختن، بعد از این به سوره آل عمران خواهند پرداخت. ما به خاطر اهمیت و اولویت، حالا یاد یک نکته لطیفه افتادم که عزیزی رفته بود جای نماز میخوند و بعد سوره بقره رو امام شروع کرد بود به خواندن و کامل سوره بقره رو در یک رکعت خوانده بود یا 2 رکعت. بعد این کسی که مسجد رفته بود گفت چقدر طولانی بود. خب سوره بقره بزرگترین سوره قرآن و حدود 49 صفحه است، 48 صفحه است و 2.5 جزء میشه حدوداً. و پرسیده بود این سوره چی است، چقدر طولانی بود؟ گفت بودن سوره بقره. گفت بودن بقره یعنی چی؟ گفت یعنی گاو. گفت ها به همین خاطره که این سوره خیلی بزرگ بود، خیلی طولانی بود. نماز دیگری باز رفته و شرکت کرده بود و امام
گفته بود به حال گفته بودن این بنده خدا تازه مسلمان هست و تازه اومده و خسته شده، شما کمی تخفیف بده. سوره فیل رو شروع کرده بود، الان ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. این کمی کلمه فیل رو شنیده بود گفته بود وای دیگه، اینکه نمیدونست که سوره چقدر است، گفته بود بقرهش که اون تو بود فیلش دیگه چطور فرار کرده بود. الان نه، حکایت اینطوری نخواهد بود. ما فقط به خاطر اینکه کاش ما فرصت می داشتیم استاد رحیمی عزیز، کاش فرصت می داشتیم که ما، چون به هر حال هدف برنامه این است که ما به ارکان دیگر ایمان هم بپردازیم بعد از رکن ایمان به الله متعال. و به هر حال ایمان فقط تنها به الله متعال کافی نیست، ایمان به کتاب‌های آسمانی و ملائکه و رسول و روز قیامت، قضا و قدر باقی مانده. ما گذرا اهمیت موضوع، حالا ترتیب اینجا آیت الکرسی به هر حال در سوره بقره است و سوره بقره بعد از هم قرار گرفته، به هر حال باز هم خالی از حکمت الله متعال نیست. یقینا اینکه به هر حال سوره بقره رو بعد از سوره هم قرار داده و آیت الکرسی رو در سوره بقره، ولی ما اختیار آیات و این اسماء و صفاتی که بهش میپردازیم بر مبنای آنچه که احساس میشه مهمتر هست. ما چون همه رو نمیتونیم آب دریا گر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. الان ما به همین خاطر بر همین مبنا ما گلچینی از این اسماء و صفات رو خواهیم داشت. بسیار خوب، تشکر، سلامت باشید. خب میریم به اصل موضوع دیگه. الحی القیوم دو اسم از اسماء الله متعال است. برای ما اول اگر اسم الحی را معرفی بکنید یا معنای این را بگویید که به فارسی یعنی چی؟ در این آیه مبارکه، در سوره مبارکه بقره آیه 255 آیت الکرسی، الله متعال در ابتدای آیه وقتی که شروع میکنه برای معرفی خود، الله لا اله الا هو الحی، نیست هیچ الهی، لا اله نیست هیچ الهی الا هو مگر او. اینجا این اله مراد از این نیست که کسی یعنی به خدایی گرفته نمیشه به غیر از او. چرا؟ داره گرفته میشه. یعنی خیلی ما میبینیم خدایان دیگری دارن غیر الله تعالی رو میپرستن. ما در هند هر حیوانی شاید نباشه که مورد پرستش قرار نمیگیره و ما در کشورهای مختلف میبینیم که دیانت‌های مختلف غیر الله تعالی رو میپرستن. اینجا مراد از اله بر حق است، معبود به حق است. هیچ معبود به حقی، معبودی که شایسته عبادت باشد، یا به تعبیر دیگری اله رو اگر از مصدر مألوه بگیریم، یعنی ما یقصد الیه فی الحوائج، یعنی آنچه که در حاجت‌ها به سمت او مراجعه میشه، یعنی فقط یک ذات است که شایسته حاجت خواستن است. همون که ایاک نعبد و ایاک نستعین رو در سوره هم ما داشتیم که او کی است؟ او الله تعالی است. الان الله تعالی در ابتدا معرفی شد، الله لا اله الا هو، الله اون ذاتی است که هیچ معبود به حق نیست جز او. چرا معبود به حق جز او نیست؟ چرا نباید ما غیر الله تعالی را اله بگیریم؟ چرا فقط الله تعالی شایسته عبادت است؟ چرا فقط الله تعالی شایسته حاجت خواستن است؟ جوابش در کجاست؟ الحی القیوم، چون او الحی است، چون او القیوم است. اینجا خیلی مهمه که ما بفهمیم که الحی القیوم یعنی چی. که الله تعالی میفهمد الله فقط تنها ذاتی است که باید حاجت خواسته بشه، باید عبادت بشه، باید عبودیت برای او صورت بگیره، باید فریاد رسی بکنه و اوست که فقط باید مورد دعا قرار بگیره. چرا؟ چون الحی است، چون القیوم است. الحی همون ما در فارسی هم این رو استفاده میکنیم، ولی کمتر استفاده میشه. درست. الحی در لغت نقطه مقابل المیت است. الحی و المیت. الحی یعنی زنده. درست. حی یعنی زنده، از حیات گرفته میشه، یعنی زندگی. الحی یعنی زنده. نقطه مقابلش چیه؟ المیت یعنی مرده. وقتی که برای الله متعال الحی ذکر میشه، خب ما الحی یعنی زنده، خب ما هم زنده ایم، ما هم زنده ایم. بالکل. موجودات دیگری هم ما داریم که زنده هستن. ما وقتی اون چیزی که به اسم جانوران میگیم همه زنده‌اند، حیات دارن. حالا چه جانوران به هر حال، چه گیاهان و چه جانوران، همه اینا حیات دارن. حیات برای الله متعال. الحی یعنی کسی که الحی یعنی زنده، نقطه مقابلش چی است؟ میت. حیات برای ما انسان ها معنای دیگری دارد، برای الله متعال معنای دیگری. صفاتی اینجا صفت اسم الحی هست. الحی یک صفتی رو در بر داره. این اسم حی یعنی زنده، بله. دلالت بر صفت حیات میکنه. درست. یعنی صفت زندگی، زنده بودن. ما انسان ها هم زنده هستیم، ما حیات داریم. الله متعال هم حیات داره، چون الله متعال خودش میگه الحی. الحی به کسی گفته میشه که حیات داره. درست. یعنی زنده است، یعنی وجود داره. ما انسان ها البته تفاوت بین ما و الله تعالی بسیار زیاد است که لیس کمثله شیء، هیچ چیزی به مانند الله تعالی نیست.
حیات ما انسان ها، ما یک حیاتی داریم، الله متعال هم حیات داره. حیات ما چطوره؟ حیات ما چی است؟ حیات ما اینه که خب به کی میگیم هی به کی میگیم؟ به کسی که زنده است. زنده باشه. آثار زندگی چیه؟ آثار زندگی مثلا شنیدن، دیدن، سمع، بصر، خود همین که قلب میزنه مثلا برای ما حرکت هست، قدرت هست، اینا همه آثار حیات هست. علم هست، آگاهی هست، درایت هست، تعقل هست، تصرف در امور هست. اینا همه اینا آثار چی هست؟ اینا آثار حیاته. اینا آثار حیات. این آثار در انسان وقتی وجود داره میگیم طرف حیات داره. اگر این آثار وجود نداشت، هر چقدر این آثار کمتر باشه حیاتش کمتره. یکی از زنده است اما نمیبینه، زنده است اما نمیشنوه، زنده است اما دست و پاش حرکت نمیکنه، قدرت نداره، زنده است اما درک و تعقل و تصرف در امور نداره، اما زنده است. این حیاتش چقدر؟ حیاتش ناقصه. این حیات ناقصی است. برای ما انسان ها احیانا همون حیاتی هم که داریم خیلی ناقصه باز. ولو این که حیات ما هر چقدر هم که باز در اوج باشه، یعنی اون چیزی که در انسان ما تمام اعضای بدن ما در بالاترین حد ممکن کار بکنه نسبت به انسان‌های اطراف ما، نسبت به انسان‌های اطراف، در مقوله انسان وقتی که معرفی میشیم ما یک انسان کامل ترین صفات و درجات رو داشته باشیم در حیات اعضای بدن خودمون، بازم این حیات ما حیات نسبی است. این حیات مال خود ما نیست. این حیات مشکل. این حیات ما حیات کاملی نیست. چون سمع ما کامل نیست. ما یک محدوده‌ای داریم، یک محدوده مشخصی داره. بینایی ما یک محدوده مشخصی داره. ما برخی از فرکانس‌های صوتی رو میشنویم، طول موج‌هایی رو بعضی رو نمیشنویم، بالاتر از یک حدی پایین‌تر از یک حدی رو نمیشنویم. ما محدوده دید ما، رؤیت ما مشخصه و محدوده. اما حیات نسبت به الله متعال، وقتی که الله متعال رو میگیم الحی، حیات نسبت به الله متعال متفاوت با حیات نسبت ما انسان‌ها. حیات الله متعال حیاتی است کامل. وقتی میگیم الحی، صفت حیات برای الله متعال متضمن تمام صفات کمال برای الله تعالی است. وقتی که ما میگیم الله تعالی سمع داره، الله متعال هم سمع داره و بصر داره، یعنی وقتی که الله تعالی میفهمه سمیع هست میشنوه، خب سمع داره. اما شنوایی الله متعال مثل شنوایی ما نیست. دیدن بینایی الله متعال مثل بینایی ما نیست. اون بینایی کامل مطلقه، شنوایی مطلقه، قدرت مطلقه، علم مطلقه، حکمت مطلقه، تصرف مطلقه. قادر، وقتی که میگیم قادره، قدرتش مطلقه، مثل ما نیست. حیات ما همه مستلزم وجود الله تعالی است. الحی، وقتی که برای الله تعالی میگیم الحی، یعنی ذاتی که زنده است و زندگی تمام موجودات عالم بسته به وجود اوست. ما اگر الله متعال قدرتش و استمدادش و کمک و نصرتش به ما نباشه، ما از بین میریم. ما از بین میریم. حیاتی برای ما باقی نمیمونه. حیات ما به دست کیه؟ به دست الله متعال. اوست که زنده میکنه، اوست که میمیرانه. اما وقتی که برای الله متعال استفاده میکنیم لفظ حیات رو، این گونه نیست. حیات الله متعال جاودانه است. حیات ما محکوم به زواله. ما میمیریم. همه ما انسان ها، هر انسانی که حیات داره یک روزی از دنیا میره. انک میتون و انهم میتون. رسول الله صلی الله علیه و یک روز هم نبوده، قبلا هم ابتدایی هم داره. کل نفس ذائقة الموت، کل شیء هالک الا وجهه. همه چیز به جز الله متعال محکوم به زوال و فناست. الحی برای ما یک معنای خیلی مهمی رو میرسونه. اسم الحی که تنها ذاتی که همیشه جاودانه است و زندگی او، حیات او ابدی است، حیات او جاودانگی است، حیات او زوال نداره، الله متعال. تمام مخلوقات، انسان ها، ما از این چی میفهمیم؟ چرا بعد از این که الله متعال میگه معبود به حق فقط الله تعالی است، بعد میان میگه اون فقط الحیه، حیاتش یک حیات جاودانه است، یعنی تنها ذاتی که همیشه زنده جاویده است الله تعالی است. تمام مخلوقاتش محکوم به زوال و فنا هستند. یعنی تمام انبیا، تمام اولیا، تمام فرشتگان، تمام مخلوقاتی که الله تعالی داره، همه اینها محکوم به چی هستند؟ فنا، زوال، از بین رفتن. از بین میرن، یک روزی میمیرن، تموم میشه. چون تموم میشه، نباید به اینها توکل کرد، نباید به اینها اعتماد کرد، نباید به اینها دل خوش کرد. و توکل علی الحی الذی لا یموت.
این همونه که ما می‌بینیم که الحی در قرآن کریم یک جای دیگه استفاده میشه. در آیه 58 سوره فرقان الله متعال میفرماد و توکل علی الحی. این از اون آیاتی که در قرآن کریم به جز این آیه 255 سوره بقره در آیه 58 سوره فرقان هم الله متعال کلمه الحی رو استفاده میکنه تنها اونجا. درست. اسم الحی و توکل علی الحی، توکل کن بر اللهی که حی است. الحی اسم اوست و حیات ابدی و جاودانگی صفت اوست. الذی لا یموت، اونی که نمیمیره. ما انسان ها در زندگی احیانا اعتماد میکنیم به چیزهایی که فناپذیرن. مثلا انسانی قدرت داره، به قدرتش اعتماد میکنه، من زور دارم، توانایی دارم، غیر مستقیم، یعنی بدون که عمدن این کارو بکنه، که اینو ما میگیم چی؟ این رو ما میگیم نوعی از شرکه. کسی که الله متعال رو فراموش بکنه به جای اینکه همه چیز رو، این توکل علی الحی یعنی انسان در تمام جزء زندگیش با آنچه که داره اعتماد نکنه، به حی اعتماد بکنه، به ذاتی که تمام صفاتش صفات کمال هستند که زوال پذیر نیستند. الحی الذی لا یموت. ما انسان ها بعضی وقتا به ثروتمون اعتماد میکنیم. طرف پول داره، ثروت داره، تاجره. من پول دارم، ثروت دارم، میلیاردها دلار دارم، هر کاری دارم بخواد میکنم. این چیه؟ زوال پذیره. یا خودش این ثروت رو ترک میکنه میره، یا ثروت این رو ول میکنه میره. یکی از این دو حالت بیشتر نیست. یکی از این دو تاست. یا بعضی وقتا ما به قدرتمون اعتماد میکنیم، پادشاه طرف، سفیر، وزیر، توکل میکنه، یعنی خیالش جمعه، چون من قدرت دارم پس مشکل ایجاد نمیشه، چون من قدرت دارم آینده من تضمینه، چون من قدرت دارم، چون من ثروت دارم این مشکلات بر من ایجاد نمیشه. یا حتی بعضی وقتا انسان به علم خودش اعتماد میکنه، من عالمم، من متفکرم، من دانشمندم، من متخصص امور دینی هستم. شیطان میتونه منو فریب بده؟ هرگز. منو که چطور میخواد منو فریب بده؟ من تمام راهایی که شیطان بیاد بلدم. من قرآن حافظ قرآنم، عالم به احادیثم در همه ابعاد. اما میبینیم که از یک جایی میاد وارد میشه و اضله الله علی علم، با وجود اینکه علم داره گمراه میشه. ما بعضی وقت اگر تکیه بکنیم بر ذات خود، تکیه بکنیم بر صفات خود، چون صفات ما گفتیم همش چی است؟ همش محکوم به زواله، چون حی نیستیم. حیات ما حیات جاودانگی نیست. تمام انبیا اینطوری هستند، تمام اولیا اینطوری هستن. یک وقتی هست کسی اعتماد میکنه به یکی از اولیای خدا، ولی که زنده است، احیانا زنده است اما محکوم به زواله. انک میتون و انهم میتون. رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی فرمود تو میمیری، اونها همونجوری قبل از تو مردن. یا ولی که محکوم به زوال است و خواهد مرد، یا اون کسی که مرده و حیات نداره. حیاتی که مرگ بعدش میاد. بعضی وقتا اعتماد به حیاتی است که بعدش مرگ داره، بعضی وقتا اعتماد به مماتی است، مرده است که اصلا حیات نداره. هر دو این حالت ها کسی اعتماد میکنه، میگه توکلت علی فلان. بعضی علنی میگن توکل کن به فلانی توکل کن، به انبیای الهی، به اولیای الهی، به کسانی که چی؟ به اونایی که مردن، به اونایی که حیاتشون حیات جاودانگی نبود. چرا الله تعالی فرمود و توکل علی الحی الذی لا یموت؟ اونی که از دنیا نمیره، اونی که مرگ نداره، اونی که زوال نداره، به اون فقط باید توکل کرد، به او باید استعانت جست، به او رو باید فقط عبادت کرد. نه تمام این وقتی که حی الذی لا یموت فقط الله تعالی است. غیر الله تعالی همه اگر حیاتی هم دارن یک روزی یموت. انک میت و انهم میت. کل نفس ذائقه الموت. کل شیء هالک الا وجهه. انبیای الهی اگه به اونها اعتماد بشه که انسان امور زندگی خودش رو به اونها بسپاره، بیمه حضرت فلانی پشت ماشینا می نویسن، پشت شیشه ماشین می نویسن بیمه ابوالفضل، بیمه علی. کسی بیاد بنویسه بیمه ابوبکر، بیمه رسول الله صلی الله علیه و سلم، بیمه عیسی و موسی، بیمه جبرائیل، بیمه فلانی. به گرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. اینها رو ما داریم میشنویم، اینها رو ما داریم میبینیم. اینها چرا آیت الکرسی مهمه؟ چون ما یاد میده که بابا و توکل علی الحی الذی لا یموت، به اون ذاتی باید توکل بکنی که مرگ نداره. ما انسان ها وقتی که یک قدرتی، الان وقتی که کسی به قدرت کسی اعتماد میکنه اما میترسه که بابا این فردا 4 سال بعد که رئیس جمهور میشه، الان رئیس جمهوره، 4 سال بعد که ریاست جمهوریش تمام شد من چیکار کنم؟ پیش کی برم؟ این همون جایی که مشکل داره اینجا. این الان هست، اگر این مرد من چیکار بکنم؟ این ثروت اگر رفت چیکار بکنم؟ این قدرت اگر رفت چیکار بکنم؟ اینه که انسان متزلزله، اینه که انسان میبازه خودشو، اینه که انسان گم میکنه خودشو. اما وقتی انسان به اللهی که
حی است، الحی الذی لا یموت، نمیمیره. ما در مسیر زندگی چون الله متعال به موضوع الحی اشاره میکنه، الذی لا یموت، یک جای دیگه ما باز این صفت رو الحی رو داریم که کجا استفاده میشه؟ در آیه 111 سوره مبارکه طه، و عنت الوجوه للحی القیوم. روز قیامت وقتی که آیات قبلیش الله تعالی اشاره میکنه سختی های قیامت رو، باز میفهمد که تمام صورت ها خاضع و خاشع به سمت الله متعال پایین میفته و رو میکنه. للحی، اونی که فقط حیات جاودانه داره. مسیر زندگی ما انسان ها تنها دنیا نیست، برزخی داریم، قیامتی داریم. این مراحل همه الله تعالی فقط خودشه که در این مراحل همیشه خودش هست، حیه، موت نداره. من بعد از مرگ کسی باید پیش من باشه که حی باشه، من باید کسی رو همراه خودم داشته باشم در قبر که نمیره، که ارتباطش با من قطع نشه. اصلا آیا زنده و مرده با هم برابرن؟ و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. چرا الله متعال میگه الحی و بقیه رو میگه میمیرن همه؟ کل نفس ذائقه الموت، یعنی غیر از الله تعالی همه محکوم به زوال و فنا هستن، یک روزی همه میتن، الله تعالی است تنها حیه. آیا زنده و مرده با هم برابرن؟ آیا اعتماد به زنده با اعتماد با مرده برابره؟ آیا حتی ولی کسی که بگه خب اولیا در قبر زنده هستن فلان هستن، آیا زندگی در قبر با زندگی در دنیا برابری میکنه؟ هرگز. و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. اونایی که رفتن زندگی در دنیا به نسبت به انسان کمال زندگیش در دنیاست، مگر در بهشت. در بهشت باز کمالش از دنیا بیشتره، اما برزخ، زندگی برزخ خیلی پایین‌تر درجهش و مقامش از زندگی این دنیا به نسبت حیات، به نسبت حیات و اون صفاتی که در وجود ما هست، چون این صفات همش از بین میره در قبر. اما وقتی که الله متعال میاد و کلمه الحی رو ذکر میکنه و توکل علی الحی الذی لا یموت، توکلت باید به الله تعالی باشه. اگر میخوای مذبذب نشی به الله توکل کن، همیشه زنده است، قدرتش جاودانگی است، علمش، بصیرتش، بیناییش، شنواییش، حکمتش، عدلش، این صفاتش همیشه هست، چون خودش همیشه هست. در قبرم با تو هست. از این دنیا که رفتی نمیترسی که آیا فلانی با من هست، صدای من رو میشنوه، نمیشنوه، ثروت من چی شد، قدرت من چی شد؟ او ثروت داره، او قدرت داره، او حکمت داره، او درایت داره، او عدل. بعد در قیامت هم تنها کسی که در قیامت باز همراه ما هست و میتونه ما کمک کنه الله متعال است. در آیه 65 باز کلمه الحی رو الله متعال سوره مبارکه غافر آیه 65 ذکر میفرماد. اینجا باز کلمه الحی تنها استفاده شده، هو الحی، با این تعبیر مستقیم الله تعالی میفرماد. اینجا نمیگه هو الله، میفرماد هو الحی، اوست که تنها ذاتی است که همیشه زنده است. هو الحی الذی لا اله الا هو، که هیچ معبود به حق جز او نیست، چون او حی هست و همیشه زنده است و محکوم به فنا نیست. شما فرشته رو بگیری، شما انبیا، اولیا، هر کسی رو که بخوای کمک بکنی، مدد بخوای، اون کسایی که حیوانی رو میگیرن یا اون کسایی که ستارگان و خورشید رو میگیرن، اینا محکوم به زوال هستن. اما او هو الحی الذی لا اله الا هو، چون حی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین، پس فقط الله رو بخوانید. و توکل علی الحی الذی لا یموت، معناش اینه فقط الله تعالی رو بخوانید، با اخلاص کامل دین رو برای او خالص بکنید. الحمدلله رب العالمین. پایان آیه باز با این تعبیر زیبا تمام میشه که الحمدلله رب العالمین. اینها بخشی از معانی کلمه حی در قرآن کریم و تعابیری است که در آیات مختلف برای کلمه حی استفاده شده. تشکر. سلامت باشید. اجازه بدین بریم با سراغ یک میان برنامه. بیننده‌های عزیز، میان برنامه یک کوتاه رو میبینیم و برمیگردیم. با ما باشید. ذنبي تعللي للذل أعداني
با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با موضوع الحی القیوم در برنامه زلال ایمان خدمت شما هستیم. قبل از اینکه به میان برنامه برویم، استاد سلیمانی عزیز در مورد معنا و مفاهیم اسم حی و صفتهایی را که او در بر میگیره و فرق میان حی بودن الله و غیر الله و فرق میان حیات الله متعال با حیات مخلوقات صحبت کردن. استاد سلیمانی عزیز، میشه برای ما همینطور قسمی که معانی و مفاهیم اسم حی و صفات را که در بر میگرفت بحث کردید، القیوم را هم اگر به معرفی بگیرید؟ در ادامه تعبیر الحی القیوم، کلمه القیوم رو ما مشاهده میکنیم که این کلمه، این اسم القیوم برای الله متعال غالبا با الحی آمده، یعنی با تعبیر خود القیوم، اسم القیوم با این اسم جدا نیامده. در 3 جای قرآن کریم استفاده شده. درست. در این آیه 255 سوره مبارکه بقره، سوره آیت الکرسی، آیه آیت الکرسی به اصطلاح، در آیه 2 سوره مبارکه آل عمران، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. این همین تعبیر ابتدای سوره، ابتدای آیت الکرسی رو ما ابتدای این بخش اولیش رو اونجا در ابتدای سوره مبارکه آل عمران آیه 2 داره. بعد در آیه 111 سوره مبارکه طه، و عنت الوجوه للحی القیوم، درست، اونجا هم الحی القیوم با هم آمده. کلمه القیوم به تعبیر دقیق تر اسم القیوم برای الله متعال در این 3 آیه مشاهده میشه که به عنوان یک اسم کار رفت. درست. قیوم ما در فارسی هم معادلش رو استفاده میکنیم، نه به اسم قیوم قیم میگیم. درست. قیوم صیغه مبالغه قیمه. درست. صیغه مبالغه است، یعنی کثرت داره. یک فعلی، کسی که یک فعلی رو به استمرار انجام بده بهش میگیم صیغه مبالغه. درست. یک اسمی که بهش میگیم اسم مبالغه است. و ما قیم در فارسی مثلا میگیم فلانی قیم فلانی است، فلانی قیم، مثلا بیشتر شوهر رو میگن قیم زنش است. درست. قیم فلانی است یعنی چی؟ یعنی کسی که امورش رو به دست داره، کسی که اختیارش رو به دست داره، اختیارش سرپرست اون شخص هست، کسی که سرپرست یک شخصی هست و تمام امور او رو رسیدگی میکنه، این رو بهش میگیم قیم فلانی است. درست. آقا فلانی مثلا قیمه، مرد قیم خانواده‌اش است، پدر قیم فرزندها هست و یک مدیر مدرسه قیم شاگردها هست، مدیر یک شرکت قیم کارگران خودش هست. حالا اگر یک کسی که قیم یک بخشی است در این کار خودش، در مسئولیت خودش، در رسیدگی به امور کسانی که قیمومیت اونها رو به عهده داره، مثلا بیش از اندازه، نه بیش از اندازه یعنی خیلی زیاد مشغول باشه به این کار، لحظه به لحظه مشغول این کار باشه، بهش میگیم دیگه نمیگیم قیم، میگیم قیوم در لغت. ما فعلا در لغت صحبت کنیم. کسی که مثلا خودش رو فدا میکنه، حالا به تعبیر ساده‌تر، کسی خودش رو فدا میکنه در یک شرکتی، در یک کارخانه‌ای، در یک کاری، مادری خودش رو فدا میکنه برای فرزندان، مردی خودش رو فدا کرده برای خانواده خودش، این دیگه نمیگیم قیم این خانواده است. تعبیر دقیقش اینه که این دیگه قیوم این خانواده است. دیگه خیلی مبالغه میکنه. یعنی قیوم یعنی کسی که در صیغه مبالغه است برای کسی که قائم به یک امری است. درست. کسی که کاری رو انجام میده خیلی زیاد و با کثرت، بهش میگیم قیوم. وقتی که برای الله متعال القیوم استفاده میشه، اینجا القیوم برای الله متعال همونطوری که الحی مستلزم صفات کمال ذات بود برای الله متعال، بله، الحی تمام صفاتی که برای ذات الله متعال بود به صورت کمال رو در بر میگرفت. یک اسم جامعی بود برای تمام صفات ذات الله متعال. درست. قیوم، القیوم یک اسم عام هست که مستلزم تمام صفات افعال الله متعال هست. درست. و 2 معنی رو برای الله متعال در بر میگیره. ما وقتی القیوم رو برای الله متعال استفاده میکنیم، 2 معنا و مفهوم برای ما مشخص میشه از خلال آیات کلام الله مجید. یکی قیوم درباره الله متعال، القیوم یکی از معانی القیوم این است یعنی ذاتی که قائم به نفس خودش است. درست. و صفاتش ثابت. این 2 نکته مهمه. ذاتی که قائم به نفس خود هست و صفاتش ثابت. یعنی چی قائم به نفس خود هست؟ یعنی او به هیچ چیزی نیاز نداره، به هیچ چیزی متکی نیست. به هیچ چیزی متکی نیست. او به هیچ چیزی نیاز نداره و همه مخلوقات به او نیاز دارن. درست. همه مخلوقات به الله متعال نیاز دارن، اما الله متعال به هیچ کسی و هیچ چیزی نیاز نداره. دقیق. الله الصمد،
الله بی‌نیاز است. این یک از معانی قیوم. وقتی که می‌بینیم در سوره ملائکه فاطر الله متعال می‌فرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. الله غنی است. غنی بی‌نیاز، صمد، غنی. القیوم یک از معانیش اینه که الله متعال خودش قائم به نفس خودش است و نیازی به هیچ کسی نداره. نیاز به هیچ کسی نداره یعنی چی؟ این نکته مهمه. مثل پادشاهای دنیا نیست که به خاطر اینکه نتونه ملکش رو رسیدگی بکنه وزیرانی برای خودش گرفته باشه. کابینه وزرا داشته باشه. کابینه وزرا داره، اینا خواستن دیگه. پادشاهی که وقتی وزیر داره، وزیر بالاخره یک جایگاهی داره، مکانتی داره، قدرتی داره، توانایی‌هایی داره. طبیعتاً در بین ما انسان‌ها این گونه است. حالا اگر کسی بخواد ملک و پادشاهی الله تعالی رو که ما در برنامه گذشته درباره المالک و ملک و مالک یوم الدین صحبت کردیم، کسی بخواد پادشاهی الله متعال رو با پادشاهی انسان‌ها قیاس بکنه سخت در اشتباه است. چرا که اولا حالا از هی بگذاریم دو خود قیوم داریم چون صحبت می‌کنیم القیوم، پادشاهی الله متعال قائم به نفس خود هست و نیاز به کسی نداره. الله متعال نیاز به هیچ کسی نداره. نه نیاز به وزیر داره، نه نیاز به وکیل داره، نه نیاز به منشی و خادم و خدمتکار داره که بهش اطلاع بدن برسونن که آقا فلانی و فلانی فلانی بیچاره‌ها در به درها مشکلاتی دارن، این مشکلات اینا رو حل بکن. خودش قدرت مطلقه، خودش قائم به نفس خودش هست، بی نیاز از هر چیزی و همه چیز به اون نیازمنده. درست. و یک صفت دیگه‌ای که مهم هست در تعبیر معنای اول و مفهوم اول القیوم که الله متعال قائم به ذات خود و بی نیاز از غیر خود هست. درست. و تمام صفاتی که داره صفات ثابتی است. یعنی این صفات ما الله متعال، ما گفتیم در کلمه الحی، ما هم حیات داریم، الله متعال هم حیات داره. حیات ما حیات کاملی نبود. اگر هم در اوج حیات انسانی باشه، ما به مرور زمان ما هرچی بزرگتر میشیم، ما انسانی به سن 50 میرسه، به 60 میرسه، این چشمش، بصیرتش، بصرش ضعیفتر و ضعیفتر میشه. نیاز به چی پیدا میکنه؟ نیاز به عینک پیدا میکنه. گوشش سنگین میشه، دیگه نمیشنوه. نیاز به سمعک پیدا میکنه که گوش بگذاره اینجا که تقویت کنه، صدا رو بشنوه. جسم انسان، دست پاهای انسان نیاز به یک عصا پیدا میکنه. دست انسان میلرزه. یعنی این صفات حیاتی که در وجود ما هست، مثلا صفت سمع، صفت بصر، صفت قدرت، ما هم در وجود ما این چیزها هست. علم ما حتی می‌بینیم که طرف حافظش ضعیف میشه، داره از دست میده خودش رو. تواناییش، تمام آن صفاتی که پیش ما هست هر چی رشد میکنیم داره ضعیف میشه. اما بر الله متعال اینطوری نیست. الله متعال بی‌نیاز از همه چیز، به همه چیز به نیازمندن و تمام صفاتی که داره اینطور نیست که حالا 1000 سال رد بشه، 10,000 سال رد بشه، 1,000,000 سال رد بشه. نعوذ بالله مثلا فلان صفت الله متعال به خاطر مرور زمان کم ضعیف بشه، دچار ضعف بشه. بصیرتش، سمعش، بصرش، قدرتش، حکمتش، علمش، حیاتش، اینها کم بشه. نه، این چیزا نیست. برای الله متعال قائم به ذات خود، بی نیاز از همه چیز. درست. و همه چیز رو او به وجود آورده و همه محتاج به او هستند و تمام صفاتی که داره صفات ثابتی است. صفاتی است که استمرار داره. این معنی اول القیوم. یک معنی دیگری هم داره. این معنی اول خیلی مهم است. ما برای شناخت الله متعال حالا میگیم که بهش باید اینو بررسی بکنیم که چطور یاد من بنوزید، چون بحث کش پیدا نکنه که الحی و القیوم رو چطور اینا چرا کنار هم ذکر میشه و بعد از لا اله الا الله. درست. القیوم رو گفتیم، پس معنی یکی از معانی القیوم این است که الله تعالی قائم به ذات خود هست. بله. و صفاتش صفات ثابت است. درست. معنی دوم القیوم چیست؟ این القیوم ذاتی که قائم به خود هست و صفاتش هم ثابت هست، نیاز به کسی نداره و همه چی نیاز به او هستن. معناش اینه که این ذاتی که اختیار تمام غیر خود رو داره و تمام امور قیم تمام امور غیر خود هست. چون همه به او نیاز دارن، او به کسی نیاز نداره، اما همه به او نیازمند. معنی دوم قیم این است که الله متعال القیوم قیم تمام امور مخلوقات هست. نه به صورت گفتیم القیوم صیغه مبالغه است، اسم مبالغه است، یعنی بس کل یوم هو فی شأن. الله متعال اینطور نیست که بندگان خودش رو خلق کرده باشه و ول کرده باشه. نه، الله متعال وقتی که
بندگانش رو خلق کرده، لحظه به لحظه تمام امور عالم رو کنترل میکنه، بررسی میکنه، رسیدگی میکنه و قائم به امور تمام عالم هست. به تعبیری دیگر تمام آنچه که در عالم اتفاق میفته، قیام اینها، حرکت اینها، وجود اینها، خلق اینها، استمرار اینها، پایان اینها، انتهای اینها، تصرف در امور اینها، همه به دست کیست؟ به دست الله متعال است. و من آیاته، در آیه 25 سوره مبارکه روم، الله متعال از آیه 20 شروع میکنه، 21 شروع میکنه، صفات خودش رو میگه و من از آیات خدا، از آیات شناخت الله، از آیات شناخت الله، تا به آیه 25 که میرسه میفهمن از مهمترین آیات شناخت الله تعالی این هست که ان تقوم السماء والارض بامره، قیام آسمان ها و زمین به امر الله تعالی است. این قیام آسمان ها و زمین به امر الله تعالی است. این قیام از همون قیمومیت یا از همون القیوم گرفته میشه. القیوم کسی که قیام آسمان ها و زمین رو به دست داره، یعنی تمام آسمان و زمین رو الله متعال است که قائم نگه داشته. قائم یعنی ایستاده، یعنی حرکت میکنن. این حالتی که دارن، این وضعیتی که دارن، تمام این نظم، رزق تمام عالم به دست الله تعالی است. و ما من دابة في الارض الا على الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. و هر چیزی که در آسمان ها و زمین است اختیارش به دست الله تعالی است، رزقش به دست الله تعالی است، تدبیر امورش به دست الله تعالی است. القیومی که از معانیش اینه که قائم به امور کل عالم است. کسی غیر از الله تعالی نیست. خودش بی نیاز از همه و همه نیازمند به او و اوست که افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت و جعلوا لله شرکا. آیا در آیه 33 سوره مبارکه رعد الله تعالی میفرماید آیا برابر است اون کسی که قائم به امور هر نفسی است که هر کاری که انجام میده، یعنی تمام ذره ذره زندگی ما، چشم ما، گوش ما، قلب ما، تمام وجود ما، حرکات ما، سکنات ما، تمام ذره ذره عالم، تمام عالم لحظه به لحظه اینها رو الله تعالی است که قائم به امور اینهاست. افمن هو، آیا اون کسی که قائم قیوم و قیام این امور به دستش است، افمن هو قائم علی کل نفس، هر نفسی رو به ما کسبت، به خاطر کارهایی که میکنه، آیا این برابره با کسایی که این کارو نمیکنن؟ حالا ادامهش رو حذف کرده الله تعالی چون مشخص خود به خود. و جعلوا لله شرکا، و برای الله تعالی شریکانی قرار دادن که حالا این ذاتی که الحی هست، القیوم هست، برای او شریکانی قرار دادند. این برمیگرده به چی؟ الله تعالی اینجا بعد از قیوم و آنچه که از مشتقات کلمه قیوم در قرآن هست، متصل بعدش بحث شرک مطرح میشه، بحث گلایه از این که اینها نشناختن. حتی در الحی هم دیدیم و توکل علی الحی الذی لا یموت هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین. موضوع توحید مطرح میشه. اینها معانی القیوم هست که خلاصه اگر بخوایم بکنیم که یعنی ذاتی که قائم به نفس خودش هست و صفاتش ثابت هست و علاوه بر این تمام امور عالم و قیمومیت عالم و قائم به امور تمام عالم هست و همه محتاج به او هستند. تشکر، سلامت باشید. شما گفتید که در 3 آیه از قرآن کریم اسم القیوم پیوست با اسم الحی آمده است. درست است؟ به تنهایی نیامده در قرآن کریم؟ القیوم به تنهایی خود اسم القیوم استفاده نشده و مشتقات این مثل افمن هو قائمون یا مثلا من آیاتی ان تقوم السماء والارض، اینا همون از همون مصدر هست و همون معنی قیومیت رو میده. بسیار خوب. ارتباط این که این دو اسم کنار هم وارد شدن در 30 آیه از قرآن کریم چه ارتباطی با هم دارن؟ در ابتدای سوره، در ابتدای مختصرا چون وقت ما رو به پایان خواهش، در آیت الکرسی وقتی که در ابتدا اشاره کردیم که الله تعالی فرمود الله لا اله الا هو، الله تنها ذاتی است که شایسته عبادت و پرستش و کمک خواستن و تمنا کردن و مسئلت خواستن از ایشون هست. بله. چرا که الحی هست، زنده است. درست. زنده جاوید است. حالا اگر کسی میخواست بگه خب اولیاء هم زندن، انبیا هم زنده هستن، القیوم دیگه دهن همه رو میبنده. القیوم دهن همه رو میبنده. الحی هست، القیوم هست. اوه که قائم به نفس خودش هست. آیا کسی غیر از الله تعالی قائم به نفس خودش هست؟ نخیر. آیا کسی هست که بتونه در برابر الله متعال مرگ خودش رو جلوگیری بکنه؟ میتونه جلوی مرگ خودش رو بگیره؟ آیا کسی هست که قائم، آیا کسی هست نیازمند الله تعالی نباشه؟
آیا هست؟ از انبیا، از اولیا، از فرشتگان، آیا کسی هست بدون الله متعال بتونه حیات داشته باشه؟ بدون امر الله تعالی، بدون نصرت الله تعالی خودش به دنیا بیاید؟ خودش به دنیا بیاد، نیازی به الله تعالی نداشته باشه، اصلا هیچ اختیاری الله متعال نعوذ بالله در این نداشته باشه. نه اینجوری معنی نه، یعنی خدای جدید کلا. اگر کسی این اعتقاد داشته باشه که دیگه ما بهش حرفی نداریم، خود به خود بگه که نه این فلانی هیچ نیازی به خدا نداره و امورش کلا اینم قائم به نفسهی است و صفاتش هم ثابت هست، خب خود به خود این یک خدای جدید شد دیگه. کلا لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. خلاص دیگه ما با این صحبت نداریم، دو تا خدا. خودش اعتراف میکنه که من مشرک هستم در این موضوع. الله متعال میفهمد الحی، چون شاید بعضی سوء استفاده بکنن بگن آها شهدا هم زنده هستن، الله تعالی فرموده احیاء عند ربهم یرزقون لمن یقتل فی سبیل الله اموات، بل احیاء، اونام حی هستن. القیوم رو چی میگه؟ اولا که درباره همون حی هم گفتیم، اون حیات کجا و حیات الله متعال کجا؟ حیاتی که مستلزم صفات کمال هست با حیات کسی که در قبر افتاده جنازهش اینجاست و روحش رفته بالا در بهشت، اونم بس اسیر، نه خبر داره از حال این دنیا، نه خبری بهش میرسه. این حیات کجا با اون حیاتی که الله متعال سمیع مطلق، بصیر مطلق، حاکم مطلق، همه چیزاست، قابل مقایسه نیست. ولی با این وجود القیوم که میاد قائم به نفس خودش هست. القیوم یک پسوندی داره در سوره مبارکه بقره در آیت الکرسی. القیوم، الحی، القیوم، بعدش چی میاد؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. اون قیومی که قائم به نفس خود و با صفات کامل و ثابت و قائم به امور کل عالم هست که یک ذره هم، یک لحظه هم، لا تأخذه سنة ولا نوم، یک لحظه هم پینکی نمیره و خوابش هم نمیگیره. یا به تعبیری حالا در ایران بیشتر چرت استفاده میشه، چرت نمیزنه. یعنی یک لحظه هم چرت زدن و خوابیدن یا اون پینکی رفتن، درست، کنایه از چی است؟ کنایه از غفلت است. درست. انسان وقتی میخوابه خب چشم کار نمیکنه، گوش کار نمیکنه دیگه، تصرفش مثلا کلا انگار که خواهر مرگ دیگه. چرا میگم نوم خواهر مرگ، خواب خواهر مرگ؟ چون این دیگه نمیتونه تصرف داشته باشه. همه انسان ها این گونه‌اند. خوب دقت کنید، همه اولیا، همه انبیا، همون موقعی که زنده بودن در دنیا، اونایی که زنده بودن در دنیا که در اوج به اصطلاح حیاتشون بودن و صفات حیات، وقتی میخوابیدن از حالش کسی خبر نداشت. سنتون ولا نوم سراغشون میومد یا نمیومد؟ کسی که سنتون ولا نوم سراغش بیاد دیگه نمیتونه القیوم باشه، دیگه نمیتونه قائم به نفس خودش باشه و قائم به امور کل عالم باشه. چون گفتیم القیوم هست، یعنی همیشه، کل یوم هو فی شأن. نگفتیم فقط یک لحظه، گفتیم کثرت هست. اصلا کلا هیچ لحظه غافل نمیشه. آیا کسی که میمیره، حالا خواب که به جای خودش خوابیده و چرت میزنه که چی؟ آیا همین انسان ها، همین اولیای الله متعال وقتی زنده بودن چرت نمیزدن؟ نمیخوابیدن؟ آیا اینها پینکی نمیرفتن؟ همون موقع نمیخوابیدن؟ 8 ساعت، 10 ساعت، 6 ساعت، 5 ساعت خواب بود. خب همون 5 ساعتی که خواب بود که از حال نصف دنیا بی خبره. اگر بالو این که فرض بکنیم که وقتی حال خودش بی خبر، بالو این که فرض بکنیم وقتی که زنده بودم همه این قدرت ها رو داشته، وقتی خواب چی اونم داشت؟ مگر اینکه کسی بگه دقیقاً هیچ راهی نیست، مگر اینکه کسی بیاد بگه نه اینها خودشون قائم به ذات خودشون هستن و قائم به امور دیگران هستن و نه لا تأخذه سنة ولا نوم رو کلا بگه نه چرتی سراغ نمیاد نه خوابی سراغ. چرا که گفتن و میگن. من خودم چند روز پیش داشتم میشنیدم که میگفت یکی از این مشرکین که امام خواب و بیداریش یکیست، حیات و مرگش یکیست، حضور و عدم حضورش یکیست، اصلا فرقی نمیکنه که خواب باشه یا بیدار باشه، زنده باشه یا مرده باشه، پیش شما باشه یا نباشه، همش یک حالت برای اون. اینها به نسبت ما فرق میکنه، اما امام همش یک حالت داره، صفاتش همیشه ثابته. این دقیقاً همونه که قائم به نفسهی و صفات ثابت. این یعنی این دیگه اوج شرکه. یعنی اگر این شرک نباشه دیگه شرک معنی نداره. الله تعالی میفرماد الله حی همیشه جاوید خودشه، قیوم فقط الله تعالی است. اون کسی که چرت سراغش نمیاد و خواب نمیاد فقط الله تعالی است. حالا کسی بیاد بگه غیر الله تعالی هم این صفات رو داره، اون بعد بگه نه ما منظورمون این نیست که اینها صفات خدایی دارن، ما اینها رو بین خود و الله تعالی شفاعت میگردانیم. این پایین ترین درجه شرک که ابو جهل اینو داشت. به والله کسانی که این صفات رو مطرح، این صحبت ها رو مطرح میکنن از ابو جهل بدتر شرکشون. ابو جهل هم نمیومد برای اون کسانی که میگفت یا فلان مدد یا فلان مدد بگه که اینا الحیان القیومن، نه سنتون سراغشون میاد نه نوم. این آیت الکرسی رو وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوند مشرک مکه تنش میلرزید، چون نمیتونست بگه که فلانی و فلانی الحی و القیومن.
اون نمیتونست بگه که من وقتی میگم یا لات مدد و منظورم اینه که روح لات که یکی از اولیای خدا بوده میاد در مجسمه حلول میکنه میره پیش خدا شفاعت منو میکنه، اون حی، اون قیوم، اون لا تأخذه سنة ولا نوم هست. این ارتباط این آیات چرا الله تعالی فرمود لا اله الا هو، هیچ معبودی به حق شایسته عبادت نیست، چرا که زنده همیشه جاوید است، قائم به ذات خود و دیگران هست، نه خواب میاد سراغش نه پینکی چه برسه که مرگ بیاد، چون الحی است و همیشه جاوید است. پس فقط اوست که شایسته عبادت است و کمک خواستن. تشکر، سلامت باشید. البته وقت هم به پایان رسیده، فقط یک دقیقه ما برای شما وقت میتونم برای ما بگوین که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. از اینجا ما در باب اسماء و صفات داخل شدیم که به اسماء نیک الله متعال را بخوانیم و صدا بزنیم. با این دو اسم چطور الله را بخوانیم و یا صدا بزنیم؟ مختصر علامه ابن قیم میفرماید که این دو اسم، بعضی از این اسم اسم الله الاعظم هست، همین الحی و القیوم. الحی و القیوم. خیلی از علما گفتن که این اسم هم اون کسانی که درباره اسم الله الاعظم ما گفتیم قول راجح تر اینه که لفظ جلاله الله هست. اما وقتی که جمع بکنیم بین اینها جالب است، بگیم یا الله، یا حی و یا قیوم، دیگه دو تا رو با هم جمع کردیم. وقتی میگیم یا حی و یا قیوم یعنی تمام صفات ذاتی الله متعال رو به صورت کمال اعتراف کردیم و صفات افعال الله متعال رو به صورت کمال، صفات فعلی الله متعال رو اعتراف کردیم. و در دعاهامون ما اینطور میتونیم بگیم یا حی و یا قیوم، در سنت رسول صلی الله علیه و سلم یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث یا نستغیث، از رحمت تو به رحمت تو متوسل میشیم و از او میطلبیم، استغاثه میکنیم. یا مثلا ما در استغفار داریم که استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم. استغفارمون ما میتونیم یا حی و یا قیوم بگیم، به رحمتک نستغیث، به رحمتک استغیث مثلا. و بعد به زبان فارسی خودمون نیازی نیست ما حتی تعبیر عربی استفاده بکنیم، فقط همین تعبیر رو بریم دست بلند بکنیم یا الله، یا حی، یا قیوم، مشکل من حل بکن. این تربیدن هست و معانیش خیلی مهمتر است که این معانی رو ما در نظر بگیریم و به این معانی باور داشته باشیم و عمل بکنیم. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. تشکر از تک تک شما بیننده عزیز که تا این لحظات با ما بودید. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیرا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أردني، ذنبي تعلاني